سلام، به کانال جرمن جوی خوش اومدید. امروز میخواییم در مورد صفتهای آلمانی صحبت کنیم. داریم میریم خواستگاری زیباترین دختر. ها ها ها. شوخی کردم. به ادامه همکارم توجه فرمایید. سلام عزیزای دوست داشتنی، الهام هستم، مدیر کانال جرمن جوی. امروز میخوایم در مورد صفت‌ها در زبان آلمانی و طرز ساختشون با همدیگه صحبت کنیم. لطفاً اگر از این درس خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. متشکرم. در زبان آلمانی ما 3 نوع صفت داریم. صفت معمولی مثل اون تند راه میره، صفت مقایسه‌ای مثل علی تندتر از امیر راه میره، صفت برتر مثل در راه رفتن علی تندترینه. پس 3 نوع صفت داریم و صفات به طور کلی یا قاعده‌مند ساخته میشن یا به صورت بی‌قاعده‌اند. الان فرمول ساخت صفات با قاعده رو با همدیگه یاد میگیریم با مثال. اما در مورد صفات بی‌قاعده این صفات رو فقط باید بشنوید تا یاد بگیرید و هیچ قاعده و قانونی ندارن. صفات بی‌قاعده مثل gut, besser, am besten, gerne, lieber, am liebsten, viel, mehr, am meisten. Du kochst gut. Ali kocht besser. Anna kocht am besten. Ich jogge gerne. Sie joggt lieber. Ich spiele am liebsten Tennis. Ich habe viel Hunger. Du hast mehr Hunde. Ali hat am meisten Hunger. خب حالا بیاین در مورد صفات قاعده‌مند صحبت کنیم. برای ساخت صفت مقایسه‌ای باید صفت به علاوه ER بشه مثل انگلیسی. اما توجه کنید هیچ وقت برای نشون دادن صفت مقایسه‌ای مثل زبان انگلیسی ما در زبان آلمانی از میا یا همون مور قبل از صفتمون استفاده نمی کنیم. مثلا نمیگیم میاشون زیبایی بیشتر. فقط صفت رو به علاوه ER میکنیم مثل شونا. مثال شونا am schönsten, schlauer am schlausten, schneller am schnellsten. همونطور که متوجهید در قسمت کامپراتیو صفت تنها به اضافه ER شده. Dein Zimmer ist am schönsten. Mein Zimmer ist schöner. Dieses Zimmer ist schön. Kerstin ist schlau. Laura ist schlauer. Nina ist am schlausten. Du läufst schnell. Er läuft schneller. Patrick läuft am schnellsten. حالا بیایید صفت برتر بسازیم یا همون صفت زوپالاتیو. اغلب صفت‌ها و قیدهای تکسیلابی به اضافه املاوت میشن و به اضافه استن. اما بعضی صفات یا قیدها که تهشون منتهی میشه به حروف دی، تی، اس، زد، برای سهولت در تلفظ ما به جای استن از ای استن استفاده میکنیم. نکته: در حالت صفت برتر یا همون زوپالاتیو ما قبل صفت همیشه باید حرف اضافه ام رو بیاریم. بریم مثال بخونیم. Alt, älter, am ältesten. Kalt, kälter, am kältesten. Nah, näher, am nächsten. Scharf, schärfer, am schärfsten. Klug, klüger, am klügsten. برای ساخت جملات مقایسه‌ای ما 2 تا روش داریم. روش مقایسه اول genauso 3 نقطه وی. genauso وی همون از ماجز انگلیسیه. مثلا میخوایم بگیم من همون قد کتاب دارم که تو داری. برای نوشتنش هم اول genauso بعد ابجکتیو یا ادجکتیو رو میاریم. بعدش هم وی. بریم مثال بخونیم. Ich tanze genauso gerne wie du. Ali hat genauso viele Bücher wie Amir. Ellie ist genauso schnell wie Ali. روش مقایسه‌ای دوم. در اینجا میخوایم بگیم علی بهتر از امیر فوتبال بازی میکنه. از صفت به اضافه آلز استفاده میکنیم. میتونیم بین صفت و آلز اون آبجکت رو بیاریم یا نه میتونیم صفت و آلز رو کنار هم بیاریم و بقیه استراکچر جمله. بریم مثال بخونیم. Ali spielt besser Fußball als Amir. Dein Haus ist größer als sein Haus. Sein Hund ist kleiner als ihr Hund. بچه‌های عزیز، امیدوارم که این درس رو به خوبی یاد گرفته باشید. یادتون باشه که فقط با تمرین میتونید بهتر و بهتر از ورژن قبلی خودتون بشین. ممنون که ما رو همراهی میکنید. متشکرم. تا بعد.
تمرین در خانه را فراموش نکنید و هر روز که قدمی در جهت پیشرفت بردارید به یک نتیجه عالی دست خواهید یافت. هر روز جملات انگیزشی را بخوانید و برنامه‌ریزی کنید و آینده را پیش بینی نکنید. گذشته در گذشته است و آینده هنوز نیامده است، پس فقط لحظه حال باقی میماند که ارزشمند است. مراقب خودت باش.